قبل از امروز اسم الهه حسین نژاد رو توی فضای مجازی شنیده بودیم به عنوان دختر گم شده. آره عزیزم، من 4-5 روز پیگیر اون دختره بودم تو اینستان، تو مجازی همه داشتن میذاشتن استوری میکردن، من خودم هم نگاه میکردم. من خودم امروز ساعت هلوش 12:30 بود، من یه لحظه گوشی رو چک کردم دیدم اون دختر پیدا شده، ولی خب نگاه کردم دیدم قتلشه. بعد نگاه کردم دیدم گفتم بذار ببینم اصلا کیه اینو کشته. میگم کنجکاو شدم پیگیر شدم. بعد که نگاه کردم دیدم همسر خودم. من همسرمه، اون یکم که صاحب ماشین برادر شوهرمه. من 12 سال باش زندگی کردم. خب چی شد که شما زندگیتون در واقع به شکست رسید و جدا شدین؟ عزیزم کلا هم دست بزنش خیلی شدیدی داشت، بد دل بود. من 12 سال باهاش زندگی کردم که بی نهایت اذیتم کرد، بی نهایت کتک خوردم، بی نهایت ضربه شدید، یعنی بارهای بار شد که منو در حد مرگ میزد. من حتی خانواده‌ام هم نمیتونستم ببینم چون اجازهش نداشتم، اجازه نمیداد. کلا چندین بار هم تو تهران من تو تهران زندگی میکردم باش، یعنی هر بلایی که دلت بخواد هم آوردن که اومدم. من نزدیک 3 سال اومدم ازش طلاق گرفتم. یه بارم یه پرونده هم داره مال قبله، اون پروندهش هم همونه. یه زنیو نمیتونم مثلا اومد به ما گفت که نه اون زنه مثلا نمیتونم میخواست چیکار کنه با اون زنه کل وسیله‌اشو گذاشته بود تو ماشین فرار کرده بود. میدونی چی میگم؟ بعد دیگه اومده بود تو خونه خودمون با یه کیف اومده بود، لباس بود، آرایش بود. بعد من گفتم این چیه؟ اینا رو از کجا آوردی؟ بعد گفت نه این که خانم اینو بهم داد. بعد اینکه ما رفتیم اردبیل، اومدن از اردبیل همسر منو گرفتن بردن تهران، بردن یعنی زندان. خب من اونجا پیگیر شدم واسه اون خانمم میگم یه مبلغ بهش دادیم که اون زن رضایت داد. دیگه ما نمیتونیم چه بلای سر اون زن آورده، اونو ما نمیدونیم. سابقه شرارت و درگیری هم داشته؟ بله همشون درست هستن، همش. به جز این مواردی که گفتین شکایت این خانم تا حالا شده بود برای خانمایی دیگه مزاحمت ایجاد کنه یا سرقت از خانم ها؟ نمیتونم میگم. اون دخترم شکایت کرده بود، ما از طرف اون دختره که شکایت کرده بود باخبر شدیم، ولی آره هست. بعد توی اون دورانی که با شما زندگی مشترک داشتن هیچ وقت به زندان افتاده بود؟ بله عزیزم بله. پرونده زیاد داره. یه پروندهش هم همینه که پسر عموی خودشو زده زخمی کرده بود، تو ICU بود، تو کما رفته بود. به خاطر اونم که سنتیم الان نزدیک 3 سال اصلا سمت اردبیل هم نمیاد. میرفته ولی خب کسی پیداش نمیکرد واقعیتشو بخوای، چون واسه اونم حبس داشت. نزدیک 3 سال بعد تو سیستان بلوچستان زندان باید میرفت. تبعید شده بود. آره دستگیر نشد، یعنی در واقع همش فرار میکرد و دستگیر نمیشد. چون همیشه با یه وسیله نیست، کلا همیشه ماشین رو عوض میکرد. امروز با این ماشین میدیدی فردا با اون ماشین نبود، یه ماشین دیگه بود، یه پلاک دیگه بود. الان علت این که شما مهاجرت کردین سمت خرم‌آباد زندگی میکنین فرار کردم عزیزم. میگم اومده از خونه مادرم اینا هر چی داشت و نداشتیم و دزدیده، تهدید به مرگ میکرد، میگفت میام میکشمتون. شب به ساعت 4:30 میومد درمون رو میزد پشت در. ما از ترسمون جرئت نداشتیم در رو باز کنیم، ترسمون نمیتونستیم در رو باز کنیم، نمیتونستیم اصلا تو خونه نمیتونست، آسایش نداشتیم، امنیت نداشتیم عزیزم. مجبور شدیم با کل خانواده‌ام، با پدرم، مادرم، برادرم فرار کردم. تو شهر غریب دارم زندگی میکنم الان. من تو لرستان دارم زندگی میکنم الان، تو خرم‌آبادم. از ترسم فرار کردم، اومده خرم‌آبادم پیدا کرد. چه حسی داشتی اون زمانی که فهمیدی کار همسر سابقته؟ من بابت اون دختر خیلی ناراحت شدم به خاطر خانواده‌اش، ولی به خاطر همسر خودم خیلی خوشحال شدم. چون لیاقتش مرگه هستم، لیاقتش فقط مرگه، هیچ چیز. میتونم بگم که فقط تو این دنیا همچین آدما باید بمیرن، نباید زنده باشن، نباید نفس بکشن.